تو سال 1356 یک گروه باستانشناس بی اجازه وارد مقبره کوروش شدن. شب یکی از اونا جلوی دوربین گفت اینم پادشاهی بزرگتون، حالا ما تو گورش میچرخیم. فرداشون یه نفر تو چادرش خفه شده بود، بدون زخم، بدون خون، فقط دهنش باز مونده بود. انگار تا آخرین لحظه جیغ زده بود. بقیه گروه گفتن که شب صدای قدم‌های سنگینی از توی سنگ‌های مقبره میومد. انگار کسی میچرخید و زیر لب میگفت بی احترامی، بی احترامی. از اون شب تا حالا اون محققای زنده دیگه حاضر نیستن که اسم کوروش رو بگن. یکیشون گفت اون شاهه هنوز زنده است، فقط بیدار نیست. و این از نفرین کوروش.